باوی اشور محمد من یک سویری خدا یک گفتنی دارم ای بومبروم تی او بومبروم همه گندگی نمی برای خدا بخوا اگر دخترت قطعی قوشم کو 100% ایمه راضی میشه 100%. تو به تاوی دل می ای تو دا آدمی خو دامادی خو یافته نمیتونم آی قشلاق داری ای مردم چیز میگو من تو دا اگر دختر من همین تا برآورده بودم خیلی بیا ایزایلی میکنیم همین بعدی پیشین او هیچ نباشه ملاقاتی را قطعی باورجه و گرفته بیا نکاح کنه او بعد آخی بگی و بره تمام خب همین گفتگی خدا میکنم بعدی پیشین باشه بعدی پیشین بگی و بره تمام آمین الله اکبر باوی اشور محمد اکو یه چوی قدیر کردن خیلی شما برای دخترتون دا بفهمونید مسلحت کرده بودیم کو خیلی نصیب بوده من بچی وای دا آتا میشه وای دو گوده که من دا آچه ها تیستر هم بگوی آخی ها گوش کن خانمی رضا جان این کاری سراسی مگی نیست خیلی وای زنه که اکو ناز میکنه میدونم که راضیه خیلی ناز میکنه ده اکو ها ناز میکنه میشه نصیب باشه میشه خیلی بیتاقتی نکو خیلی بیتاقتی همین کاری که ما حاضی همه ما نمی سر کردیم همه که جمع آمدیم همه بسیار همه کاری ثواب ایده کاری بسیار ثواب ایده اینه شوخی باشه 4 ساعت شد خیلی ها بگوی بیست همه دخترت ای خدا رحمتی شوی یکمش کی بیوه ماندگی اینه 5 سال شد بچهش 7 ساله همه الله که دستیاری تپ تیاره بای بلا اما دختر خودش چند ساله یه 27 درآمد تمام کاری خانه دستش میآید 5 هنره اوقات میپزه انای دوزندگی میکنه تاقی هم میدوزه ای نغز گفتی آدما که این گپ در خود همه زنک بوده کو انا دیدی باوی مولا همه خودت یا برا یا بفهمان آخی گپ در نصیبه او اندر فکر کرده گپ زن یا ای خودش راضیه یا کم تر بو گپ زنی تیزتر و بو راضی بکشده خلاصه که باوی مولا راستی گپی خودت با دیگه ده خیلی سراسیمه نشه ولی همشه توغری میکنیم یا بسم الله که یک زور زده ببینم خودم یک زور زده ببینم اینا یا پیرمه خانم تا جان این ملا کجا شد نمیتوه هیچ چیز نمیکنه دیر بیا و شیر بیا میگن انا آمد به خدای قریب مرده بودم خیلی کنی گپ زن چیز کار کردی خلاص همین قزور زدم تو ده نشد یک بلا کده خودم ده تو غریقدم یا توبه ای چی گفته؟ گفتم که همین قزور زدم ایده توغری نشد یک بلا کده خودم ده توغری کدم لخته کنه این چیز کاری کدگید بود